دختران عزیزم، خانم‌های حاضر در جلسه، عرض می‌کنم توجه بدید کسانی رو که در پیرامون شما هستند که مسئله حجاب رو یک مسئله دینی و اسلامی و زهرایی و زینبی بدونن. دختران عزیزم، خانم‌های حاضر در جلسه، عرض می‌کنم توجه بدید کسانی رو که در پیرامون شما هستند که مسئله حجاب رو یک مسئله دینی و اسلامی و زهرایی و زینبی بدونن.